تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان گرامی، حالا گفتار ما را از روی سرای سنگ، رمان تاریخی اتومیر خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. گفتار 14. تخت بیبرار آتیزول. آتیزول با نوکرانش به دهه ووژ رسید. ووژ دهه خردی است در حدود دهکده سرچشمه. سیدانش نسب خود را به سید شاه کاشانی می رساندند. از بس که شاه کاشانی دعوای حاکمیت نکرد، خلق به اولادش چون به تقواداران مستحق و سرسپرده دین احترام می گذاشت. برای همین در مدت قریب 100 سال قاضیان شغنان را مردم از همین اولاد انتخاب می کرد. شاه به هیچ وجه در کار انتخاب قاضی حق دخالت نداشت. قاضی شغنان پس از انتخاب شدن در قلمرو کشور گشته در موافقه با خلق و پیران ملک قاضی های محلی را در روشان، در مارخ، چاسنود، سوچان، غوند، شاخدره، پارشنیف و گاهی غاران هم تعیین می نمود. در محل ها نیز قاضی ها غالباً از اولاد شاهی کاشانیان انتخاب می شدند. به این طریق قاضی ها پس از پیران دومین قوه بودند که مستقیما به شاه اطاعت نمی کردند. شاه حق داشت حکم قاضی را بیکار سازد، ولی تنها وقتی که مسئله برای دولت اهمیت فوق‌العاده داشت. آتیزول می دانست که خلق سرچشمه غیور و گردنشخند. این را هم می دانست که محبت خان مخصوص پسران قاضی دولخ را با تهمت عصیان قتل کرد. بدین وسیله می خواست قاضیگری را از دست اولاد او گرفته به دست آدمان دلخواه خود دهد. وی قاضی دولخ را بدون موافقه با کسی از منصب برکنار نبود. حتی با سید فرخشاه که با نفوذترین پیر مردم شغنان بود یک دهن مصلحت نکرد. لااقل در روز سور با اسیرگیری امر نمیداد. با کراهت از دل گذراند آتیزول. سپهسالاری ام را رسما اعلان نکرده اسیرگیری فرستاد. با گفت شغنی ها بز خود را در سور مردم کشتند. با همین اندیشه و خیال آتیزول به ووژ رسید. به نوکرانش امر داد که اول به خانه دولخ هجوم آورند. اول اهل خانواده او را اسیر گیرند و بعد بر عصیانگران بتازند. ولی در مرز دهه مردان مسلح را دیده لجام اسبها را کشیدند. آتیزول خطاب کرد: شما کیستید و چه می‌خواهید؟ جوانمرد کماندار پیش برآمد و جواب داد: مردان ووژ و تحمیف جمع آمدند تا دست خونالود محبت خان را از گریبان فقرا کوتاه سازند. تو کیستی؟ از چنین رنگ گرفتن کار سر کلابه‌اش را گم کرد آتیزول. من خورشید شاهم، سپهدار خلق سرچشمه. ما یگان نفر را به شما نمی سپاریم. بهترش برگشته روید. آتیزول اندیشید که اگر به جنگ دست زند از این مردم تشنه قصاص مغلوب شدنش بعید نیست. غیر از این برای جنگ با مردم یک دهکده کلان دستور شخصی شاه لازم است. آتیزول فریاد کشید: عصیان به مقابل شاه کار نابخشیده نیست. شرم نمی دارید که همدیهاتان دیوان بیگی ملک است و شما آبرویش را به خاک سیاه میزنید. برای ما چی فرق دارد که ظالم کیست، شاه یا دیوان بیگی، بیگانه یا خودی؟ پاسخ داد خورشید شاه: به دیوان بیگی رسان که محبت خان را از آدم کشی و آدم جلابی نگه دارد، وگرنه سوگند بر شیب لوای حضرت علی قلعه را به قبرستان او و ظالمانش تبدیل می دهیم. آتیزول به دستش فرمان پس گشتن داد. وی با شتاب اسب میراند تا قضیه را هرچه زودتر به دیوان بیگی رساند. ولی دیدن حادثه دیگر ناخوش او را منتظر بود. در نزد دروازه بحرپنجه سرباز بیمدار بر سر جسد نوکر می ایستاد. آتیزول از اسب فرآمده بانگ زد: این چی بیمزگی؟ چی گپ شد؟ زدند. بیمدارانه جواب داد نوکر: پشتواره کرده آوردم. کی؟ در کجا؟ در بحشور. به تفصیل گپ زن پدرسک. صاحب کنده کنده سخن آغاز کرد نوکر: ما را به بحشور فرستادند. 4 نفر بودیم.
با جمع و گیر گناهکاران سر کردیم که یک موسفید و نبیره یا پسرش رسیده ما رو زدند. 2 نوکر گریخت، همراه هم رو کشتند. مرا چنان زد که دنیا در چشمم تاریک شد. موسفید؟ نه جوان پسر. موسفید این رو زده بود. به جسد نوکر اشاره کرد سرباز. گردنش رو شکست. جوان موسفید؟ از غایت خشم آواز آتیزول 2 پوسته برآمد. این چی لشکر و لشکرداری که یک پسرک و یک موسفید 4 نوکر رو شکست دهند؟ کی بودند آنها؟ نمیدارم صاحب، ما از قندوز آمده ایم، یگان کس رو نمیشناسیم. آتیزول امر داد که مرده را به قلعه درآورند. خود راست به نزد قاضی رفت. و سپهسالار را دیدن زمان پرسید: شعر یا روباه؟ روباه. از روباه هم بدتر، جواب داد به خشم آتیزول. این هم دیهگانت همگی دیوانه شدند. چی کردند؟ همه کسه دست به عصیان زدند. سلاح گرفته سر راهمان ایستاده بودند. نخود دیوانبگی از حیرت زود میجه زدن گرفت. توبه. ها همین خیل. گفتند به دیوانبگی بگو که اگر دست از جان خلق باز ندارند قلعه را به گورستان تبدیل میدهند. من فرمان جنگ کردن نداشتم، برای همین پس گشتم. دیوانبگی چنین رنگ گرفتن واقعه را چشمدار نبود. پشت سر خورید و گفت: شاه در تردد نکاح تا به گوش کردن چنین خبر بد را ندارد. این یک تاش. گپ او را برید آتیزول. بدترش را حالو نگفتم. قاضی دست به زانو زده با آواز پست پرسید: از این بدتر چی بوده میتواند؟ در بحشار 4 نوکر را کوفتند. مرده یکیش را به قلعه در آوردیم. واه رویم سیاه. آنها را اقسخال اسحاق برای آوردن آسیان فرستاده بود. در آنجا هم مردم برخاسته است؟ نه، نوکری که مرده همراهش را آورد گفت که یک موسفید و یک جوان آنها را زدند. جوان؟ باز جوان پسرک؟ ناراضیانه غرنگاس قاضی. نخود یک پسرک خال نوکران جنگ آزموده را چنین تباه کند؟ این بار موسفید همراهش بوده است صاحب. لقمه پرتافت آتیزول. موسفید؟ انگشت اشارتش را چنگکوار به لب نهاده ندا برآورد قاضی. موسفید نخود جهانگیر باشد؟ بله جهانگیر. دیگر کی این خیل دل و گرده دارد؟ جهانگیر؟ بیقرار شد آتیزول. جهانگیر نامدار؟ یقینا جهانگیر. قطعی خلاصه برآورد دیوانبگی. وی به میدان برآمده باشد خدا زد گفتن گیر. آتیزول در ایام نورسی بارها جهانگیر گرد را دیده بود. آن زمان او سپهسالار شغنان بود و پسرش محمد عظیم پهلوان نامدار. از هیبت آنها در تخت پشت زمین لرزه می افتاد. جوان به شبهه نبیره او میرزا عزیز است. سخنش را دوام داد قاضی. از دست کسی دیگر چنین کار نمی براید. چی کنیم؟ پرسید آتیزول. با جهانگیر سر به سر شدن از روی خرد نیست. حالا کاری باید کنیم که سور شاه ویران نشود. پاسخ داد قاضی. در هر صورت شاه را آگاه کردن در کار. بله، لب خاییده دو دله گفت دیوانبگی. پس از حمام در میدان بندیان را نرخ میگذارد. در همان جا میگوییم. مهمانی ناخوانده. غضنفر نزد خانه در احاطه درختان سرشاخ و برگ ناپدید شیرینبک ایستاده به همسفرانش گفت: من جمعیت شما را ترک می کنم. خیلی سرافرازم که با شما بر این آدمان دلصاف و با انصاف شناخت شدم. غضنفر در فراوردن هیزم و چیز و چاره اشان به آنها یاری کرد و راه سفید خواست. سپس اسبها را به درختان بست و به خانه درآمد و کسی را پیدا نکرده روی حولی زیر درخت تناور بید منتظر نشست. غضنفر و شیرینبک در یارکند شناس شده بودند. پدرش او را هر سال 2-3 بار به تماشای این ملک می برد. آنها در خانه شیرینبک می ایستادند. پدر شیرینبک نظربک استای خانه ساز بود. سال 4-5 خانه می ساخت و از این حساب درآمد خوب به دست می آورد. مردم وی را برای هنرمندی، مهربانی، فروتنی و پارساییش دوست می داشتند. نظربک اصلاً از دیمرغان شغنان بود، ولی هنگام یک پادشاه گردش وقتی شاه شغنان قبادخان 3
تحت فشار میر قندوز به یارکند فرار می کند، او را با اهل عائله‌اش با خود می برد. پس از 3 سال قبادخان به شغنان برمیگردد. استانظر به خاطر رها یافتن از خدمت شاه در یارکند خانه و در کرده مقیم این وادی خوش آب و هوا می گردد. غضنفر از بیکاری چوب دست گرفت و به شاخ پربار توت زد. توت بسیار به زمین ریخت. آن را در غربال جمع آورده مزه کنان خوردن گرفت. چه طعم گوارایی دارد توت مظفری! غضنفر از لذت آن چشمانش را نیم پوش کرده همزمان افسوس می خورد که این میوه بهشتی در وطنش نمی روید. غربال نیم شد. آن را یک طرف گذاشت و برخاست و از شرشره پستک جوی آب نوشید. سر برداشت و چشمش به زردالوی نو رنگ بسته معمولی افتاد که میوه هایش در شعله آفتاب به مانند طلا می درخشیدند. خواست چند زردالو هم بخورد، ولی از بیم آنکه درون رو نشود از نیتش گشت. عجیب، اینها خانه‌خیز کجا رفته باشند؟ خود به خود سوال داد غضنفر. اگر به جای دور می رفتند در خانه را یا لگ می گردند یا می بستند. از همسایه هم پرسیدن سراغ آنها امکان نداشت، چون که نزدیکترین حولی از خانه آقسقال کمش 400 قدم دوری داشت. باز چند منتظر ایستاد. چون دید که وقت بیهوده می گذرد، کولبار سفریش را کشاده از آن یک پایگاه برآورد و به آشپزخانه گذشت. از بس که بارها به خانه دوستش آمده بود، می دانست که چه در کجا واقع است. نه من نه دوستم دیر باز تنور کباب اویغوری نخورده ایم. دیگر کی فرصت دست می دهد؟ گفت در دلش مهمان و دست و آستین برزد. هیزم شکست، دیگ شست و گوشت ریزه کرد. دیگ را از آب پر کرد و آتش در گیران. با شاخه زردالو تنور را تفساند. آب جوشید. تاوهای از آرد باقلا خیلیده زنش را نیز از کولبار برآورد و به جوش آن پرتافت. آش تیار شد. پس از فرصت تنور را با سفید کنک تازه کرد و پرچه های گوشت را قطار چسباند. سپس کنج و کنار آشخانه را کافته قروت پیدا کرد. به آن کمی آب همراه کرد و قطق ساخت و آن را درون آش ریخت. غضنفر کارسان را به صوفه تگ بید برد و دستارخوان گسترد و بالای آن گذاشت. گشته به آشخانه در آمد و کباب را کافت. بوی گوارای آن حولی را فرا گرفت. لحم را کنده به خوان تخته گذاشت و با کارد پاره کرد و مزه اش را چشید. هیزم زردالویی خوشبویش کرده بود. سپس همه کباب را از تنور کنده به دیگ انداخت و قمغانی را از آب پر کرده میان لخچه های پرسوز گذاشت. گرسنه باشد هم دست به خوراک نبرد. در صوفه زیر بید یک پهلو زد و غنبش برد. ساعت پس اول کودکان به حولی در آمدند. آنها آدم بیگانه را دیده از شوقون باز استادند. از پس آنها گلنار با دختر و سنهارش در آمدند. کسی گوشت پخته است. با حیرت آواز برآورد مصری نما. غضنفر که از هیاهوی کودکان بیدار شده بود برخاست و به پیشواز صاحبان خانه قدم گذاشت. مرحمت، نور دیده تاج سر، قدم صفا آوردید. از کجا آمدید؟ از بالا آمدید؟ از پایان آمدید؟ از کجایی که آمدید خوش آمدید. گلانار غضنفر را دیده از خرسندی با ندای وای امک جان خود را به آغوشش انداخت. غضنفر سر او را به سینه فراخ خود پخش کرده نوازش کنان گفت: حالا هم یاد نگرفته یا؟ من امک نه، پدرت می شوم. کسی روی عروس را کشاید پدر حساب می شود، نه امک. عذر، چند سال ندیده ایم، از یادم قریب رفته است. گفت گلنار: ما را چقدر خرسند کردی پدر جان. باور کن درد و غمم را فراموش کردم. بشین پدر جان. آفتاب از کجا برآمد که به دیدارت رسیدیم؟ از شادی ناگهانی گلنار بحر دل دختر و سنهارش گشاده شد. مگر پدر وقت ششتن دارد؟ برای دختر و نبیره هایم آش و کباب پختم. گفت شوخی آمیز غضنفر. تنور کباب؟ خوشحالانه صدا برآورد گلنار. جانم به قربان این خیل پدر، تنور کباب کاشغلی را چقدر یاد کردم. غضنفر به آشخانه رفت. همه از پس او کشاله شدند. وی سرپوش دیگ را برداشت. بوی خوشی کباب به دماغها زد و اشتها را کشاد. کودکان با حیرت 20 مرد ناشناس را که از پی قدمش وقت بیمارشان یک بار چاق شد
تماشا کرده وقتی او به هر کدامشان یکتایی قنداد در گردش پروانه شدند. این اثنا شیرین بیک و دولت نظر نیز رسیدند و برابر از اسب فرآمدن صدای خنده و شادی اهل خانواده را شنیده حیران شدند. دولت نظر دو اسب بیگانه را که از تربه جو می خوردند دیده پرسید: 2 نفر مهمان داریم، عجیب کی ها باشند؟ از زین کاشغری اسبانش معلوم که یکیش غضنفر است. پاسخ داد شیرین بیک. پدر و پسر به آشخانه تابستانی که در پشت خانه واقع بود شتافتند. شیرین بیک دوست آوان جوانیش غضنفر را در حلقه اهل خانواده اش دیده سینه اش لبریز فرح گشت. غضنفر او را پس از دستبوسی آغوش گرفته به سرش باران لطف ریخت. چه مردم سرگشته اید شما کلانها، نه شب راحت دارید نه روز. تمام خانه اتان را پشتاره کنند هم درک نمیابید. بگردم شما را بگردم. این دختر نازنین مرا بچه ها رسانده ای آمدم که او را با خود ببرم. شیرین بیک از دیدار دوست خوش صحبتش به نهایت شاد گشت. چهره زنش را کشاده و طبعش را خوش دیده دلش باغ باغ شکفت. از کجای آمده باشی؟ خوش آمدی دوستم. گفت شیرین بیک: چشمها روشن، حال و دخترت برایمان چیزی میپزد. خوراک تیار شیرین، تا آمدن ما پیدم بیکار ننشسته تنور کباب پخته است. انا این را مردک میگویند. خطاب کرد شیرین بیک: من و پسرانم حتی آب جوشانده نمیتوانیم. غضنفر با دولت نظر هم بغلکش سلام کرد و مردان هر سه به دکان تگ بید رفتند. دولت نظر کارسان آش را دیده حیران شد. این را هم خودت پختی؟ در این خانه بغیر از من دیگر پزنده میبینی؟ جواب داد با شوخی غضنفر: لیکن خر سیاه شوم اگر به شما مزهش را چشیده باشم. باور میکنم غضن. لقب کودکی غضنفر را به زبان آورده گفت شیرین بیک: دستت به همه کار میچسبد. آنها سر دستارخوان نشستند. شیرین بیک مهمانش را مراعات کرد: هرچند ما مهمان شدیم و تو میزبان، به هر حال بسم الله بگو. همراهت در کجاست؟ غضنفر بسم الله الرحمن الرحیم گویان یک چیب آش را فرو برد و گفت: یگان همراه پمره ندارم شیرین، یک سر به دو گوش آمدم. اکنون یک اسب بارت را برداشته نمیتواند بگو. نوشخند بزه بیزد شیرین بیک: اسب دویم هم از آن خودم، چی کنم درویش همین قدر دارد. لبخند زد غضنفر و افسود: حالا آش را به گپ آشامیم، تشنگیم که شکست راز اسب بی سوارم را میکشایم. آش سرقطخ در آن واحد تفس بدنها را پس کرد. گلنار کباب آورد. غضنفر کارسان آش را به او دراز کرد: دخترم با بچه هات بخور، من و شیرین بیک سری نداریم. شیرین بیک خوشحالی زنش را دیده بار دیگر مطمئن شد که از رنج پگاهی در او آثار نمانده است. برای تقویت دلش گفت: زنک دیدی پدرت چه پای قدم خوبی دارد، گل بر این شکفتی. بله پدرم را دیدم و گویا تمام درد دنیا از تار تار مویم برآمده رفت. در نامت صدقه پدر جان. گلنار کارسان را گرفته به آشخانه رفت. مردم به تنور کباب دست یازاندند. غضنفر سر اسب دویمش را کشاد. شیرین شنیدم که شاه محبت خان فردا زن میگیرد. من همین کمیت بادپا را برایش سورانه آوردم. شیرین بیک و دولت نظر از حیرت دست از طعام باز داشتند. غضنفر با تعجب پرسید: چی یگان گپ نادرست زدم؟ گپ درست و گفت شیرین بیک، اما گپ بین خودمان. شاه وقتهای آخر پوستینش را چپه پوشیده است. باز به یگان بلا گرفتار نشوی. ها من شنیدم که آدمان به او یاغی شده را کشتگی است، لیکن من به او توفه میبرم کن. شیرین بیک کمی اندیشید و پاسخ داد: اندوال اگر در این کار از من راهنمایی خواسته باشی همان ناو و صدق. فردا من تو را به دیوان بیگی میرسانم و معرفی هم میکنم. اون طرفش خودت دانی و دو اسبت. من چند وقت در چشم شاه نتابم بهتر. غضنفر گفت: اندوال من در این دیار به جز تو کسی دیگر ندارم. صلاح کار خودت را خودت بهتر میدانی. مرا تا دیوان بیگی بر، انشالله کاری کنم که شاه دیوان بیگی را فراموش کند. غضنفر از زبان صاحبان خانه فاجعه های به سر مردم آورده محبت خان را شنیده به گوشهایش باور نمی کرد که شاه چنین ظلم را بر تبعش روا دیده باشد. وقتی فهمید که از دیدن جسم پاره پاره گشته دینارشاه گلنار مبتلای وهمک شده است، دلش چند مراتبه خره زد.
لیکن تو از رایت نگرد. گفت شیرین بیگ دل شاه را به دست آورده توانی، آبرو و اعتبارت بیشتر میگردد. ما هم فخر میکنیم که در وادی غوند این گونه دوست عزتمند داریم. غضنفر که از شنیدن قصه های ظالمی محبت خان کمی دو دل شده بود، از این مصلحت دوستش روح گرفت. گپ درست شیرین، گفت او. من توفم را می سپارم و برگشته به ملک خودم می روم. شاه اگر التفات کرد خوب نکرد هم باکی نیست. لیکن دخترم را به یگان ملای زور خانان که دردش کهنه نگردد. خوشنظر را به بحشور برای آوردن ملا خشال فرستادم. حالا باید رسند. هنوز آفتاب سر کوهها اندیشه غروب را داشت که خوشنظر و ملا خشال هم رسیده آمدند. آنها پس از سلام و حالپرسی در سر دستارخوان از هر خصوص صحبت کردند. ملا خشال با دانش و فروتنی خود به غضنفر پسند افتاد. او را رویدادهای آخرین، تیرباران آدمان بیگناه، کشتن اسیران زنده مانده، تعقیب خانواده مقتولان به تشویش گذاشته بودند. دلم خون میگیرد، ولی نمیدانم برای پیش ظلم را گرفتن چه کار کنم. اگر این شاه مادر به خطا راضی میشد که در بهای جان من خلقم را امان گذارد، راضیم به هر نوعی که دلش میخواهد مرا بکشد. لیکن افسوس، بغیر از تسکین دادن دل با سیاه کردن کاغذ دیگر کار از من نمیبراید. تو شعر می نویسی؟ از هیجان به دو زانویش راست شده پرسید غضنفر. بله، کم کم هرچی می نویسم. سر جنبان ملا خشال. عجبا چه خوشبختی، در زبانت جانم یک شعر بخوان. ملا خشال پس از سکوت کوتاه از بغل کیسه‌اش کاغذی برآورده روی زانویش گذاشت و گفت می نویسم، لیکن تا حال به کسی نخواندم. التماس عیبم نکنید. این شعر درباره شاه ظالم ماست. می گزم انگشت حیرت روز و شب، شاه ما را نیست انصاف و ادب. نام او باشد محبت خان، ولی از محبت نیستش بوی عجب. اسم او را ظالم الظلمت نهید، چون که از ضحاک دارد او نسب. هر قدر ما را چو حیوان می کشد، خون ما را آن قدر دارد طلب. شاه نه جلاد و قصاب است او، بس شغال هست به چنگ و زنب. چون پدر بودش زنا ابن زنا، مادر او هم جلب بنت جلب. خانه غم شد ویاد و پارشنیو، نیست در لوشان و در سوچان طرب. رفت خوشحالی ز ما ملا خشال، ناله و فریاد و واویلا بلب. ملا خشال تمام گفت و کاغذش را با احتیاط لوله کرده به همصحبتانش نگریست. آنها هر چهار مات و مبهوت گاه به شاعر گاه به کاغذش نگریسته چی گفتنشان را نمیدانستند. خای صدا روشن کرد ملا خشال. چی خیر؟ غضنفر یخ خاموشی را شکست. های وای، من این خیل بیت را بار اول میشنوم. این چی؟ توبه. گریبانش را داشته به گپ همراه شد شیرین بیگ. ملا زنهار به کسی نشان نده که جان جوانت قربان می شود. دولت نظر که تا حال از دهانش سخنی نبرآمده بود گفت آفرین برادر، حق گپ را گفته ای. این گپ ها را همه می دانند ولی کسی نمی گوید. شما را نمی دانم، لیکن دل مرا خیلی سبک کرد. گویا این گپ ها را من گفته باشم نه تو. غضنفر که در ادبیات مطالعه داشت علاوه کرد. من در یگان مملکت چنین شعر نشنیدم. چیزی خوانده باشم فقط درباره شراب و کباب و گل و بلبل بوده است. در پارشنیف بار در مجلس افتادم. شاعر سید جعفر شعر خواند، همش در عشق خدا و رسول. به فکر من همون خیل نویسی بهتر. من اون خیل نوشتن نمیتوانم تقصیر. اون چیزی که میبینم و حس میکنم همون رو مینویسم. وقتی حال زار خلق خدا را میبینم در دلم نه گل میغنجد نه بلبل. این گپ شاعر به نشستگان تأثیر دیگری کرد. آنها هر یکی به اندازه فهمش خود سخنان ملا خشال را پیش خود تحلیل کرده چی گفتنشان را نمیدانستند. نهایت شیرین بیگ عقیده‌اش را به زبان آورد. ملا، به کار خطرناک دست زده ای. شنیدی که شاه برای یک ربایی کدام زنک با اقصاقال سفر و اولاد او چی کرد؟ ملا خشال کاغذ را به کیسه‌اش گذاشته جواب داد. گپت درست است اما، لیکن برای رضای خدا می نویسم، نه به خاطر رضای شاه و اکابر. اگر هر یکمان چنین کنیم، شاه هم با راه بیداد و استبداد دیگر رفته نمی تواند. من یک شاگرد دارم، همین روز 2 نوکر را زده معیوب کرد.
مردم بعد از این مسلح شدند تا نوکران شاه را دیگر به دیها راه ندهند. این خبر از شهر هم حاضران را بیشتر متاثر کرد. غضنفر با هیجان پرسید: در کجا؟ در سرچشمه. اون جوان کی بوده است؟ پرسید شیرین بک ناباورانه. میرزا عزیز پسر محمد نسیم پهلوان. اوه، نبیره جهانگیر گوی. با حیرت سر جنبید شیرین بک. خودش گفت ملا خشال، و مثل پدر و بابایش ناترس و پهلوان. نخود کودک به چنین کار قادر باشد؟ باز هم باور نکرده پرسید غضنفر. بدون مبالغه تقصیر، وی در همین سن و سال دم اسب را به یک زور میکند. خدا قوتش را زیاد کند. این پسر قدرت رستم و اسفندیار را دارد. صحبت تا یک پاس شب تفسید. وقتی شیرین بک به سر مقصد اساسی دعا خواندن ملا خشال به زنش آمد، گلنار و کودکان خواب رفته بودند. ملا خشال گفت: من در چهره ولعمت نشان یگان بیماری ندیدم. او را فقط در وقت خروج کردن بیماری خواندن لازم. این خیلی تاثیر نمی کند. با پای قدم دوست دیرینه هم غضنفر و خودت زنم هم صحت شد. مینداری بیان کرد صاحب خانه: شما هر دو به خانه من نور و صفا آوردید. شنوندگان گرامی، شما گفتار را از روی سرای سنگ رمان تاریخی عطا میرخواجه در قرائت مؤلف شنیدید. انجام گفتار 14. برنامه را برایتان کارگردان زبیده محمد آماده و پخش کردند. شاد باشید.